سلام دکتر زاکر. نایکی. اسم من هریس است. من اهل فینیکس، آریزونا در ایالات متحده هستم. من یک کارآفرین و مدیر بازاریابی هستم. 2 نفر از دوستانم در آمریکا با تماشای ویدیوهای یوتیوب شما مسلمان شدند. یکیشون مسیحی بود و دیگری بی خدا. یکی از دوستانم دیویدی چگونه با یک بی خدا برخورد کنیم شما را به من داد که تماشا کردم، اما اون جواب سوالم را نداد. و من این سوال را از خیلی ها پرسیدم، اما هیچ وقت جواب قانع کننده‌ای نگرفتم. از خیلی آدم‌های باهوش، از بین همه علمای کتاب حال در یوتیوب دیدم. به نظر من شما منطقی ترین، عقلانی ترین و قابل فهم ترین عالمی هستید که تا به حال با او برخورد کردم. و واقعا مهم است که به این سوال پاسخ داده شود، چون هیچ وقت جواب قانع کننده‌ای برایش نگرفتم. سوال من مثل یک سکه دو رو دارد. اولین روی آن این است و سوال این است: من جایی بین آتیست و آگنوستیک هستم. مطمئن نیستم که آیا خدا این کل جهان را آفریده یا نه. و قرآن خیلی درباره این صحبت میکنه که آفرینش چندین روز طول کشیده و کوهها و این چیزها و اینکه زندگی قرار است یک امتحان باشه و از این حرفها. سوال من این است: خیلی قبلتر از اینکه خدا تصمیم بگیره این جهان را بیافریند، قبل از اینکه تصمیم بگیره انسانها را خلق کند، قبل از اینکه تصمیم بگیره پیامبر محمد یا آدم و حوا را بفرستد، خیلی قبلتر از اینکه اصلاً برنامه‌ای برای انجام این کارها داشته باشد، او از نتیجه نهایی همه اینها خبر داشت. او می‌داند که در نهایت از بعضی انسانها ناامید خواهد شد و آنها را به جهنم خواهد انداخت. او می‌داند که آنها خواهند سوخت. او می‌داند که آنها شکنجه خواهند شد و همون موقع است که برای کارهایی که کردند توبه خواهند کرد. خیلی قبلتر از اینکه کل جهان را خلق کند، او می‌داند که نتیجه قرار است بد باشد. شاید برای بعضی‌ها که در بهشت هستند خوب باشد، اما او می‌داند که می‌تواند اون آدم‌ها را از جهنم رفتن نجات دهد. خیلی قبلتر از اینکه حتی تصمیم بگیره آفرینش را شروع کند، با این حال تصمیم می‌گیره که این کار را انجام دهد. با تمام منطق الهیاش چرا باید بخواد چنین کاری بکند؟ سوال این است: اگر بخوام اینطور بیانش کنم، چطور ممکن است خدا تا این حد سادیس می باشد که با وجود دانستن نتیجه باز هم بخواد چنین برنامه‌ای را اجرا کند؟ این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که به هر دلیلی اگر باور کنم که خب خدا قادر مطلق است و همه چیز را میفهمد و همه چیز عالی است، خدا بزرگ است. چرا خدا در قرآن اصرار دارد که به کوه‌ها نگاه کنید، به پروتون‌ها، الکترون‌ها، این و آن، همه چیز چقدر هماهنگ است؟ ببینید من چقدر شگفت انگیزم. چرا او ما را مجبور می‌کند که آفرینش او را شگفت انگیز بدونیم وقتی که این کار برای خدا مثل آب خوردن است؟ یعنی او فقط کافی بود بگوید کن و همه چیز انجام می‌شد. پس چرا اینقدر مهم است که خدا این جهان شگفت انگیز را آفریده؟ چون برای خدا این هیچ است. پس نباید از آفرینش او شگفت زده شوم. او میتواند خیلی بیشتر انجام دهد. پس نمیفهمم چرا او میخواهد به کارهایش احترام بگذاریم یا شگفت بدانیم. برادر یک سوال خیلی خوب و واقعا اندیشمندانه پرسید. این سوال خیلی خوبی است و او حتی بعضی از ویدیوهای من را در یوتیوب درباره بیخدایی دیده است. و این سوالی است که ذهنش را مشغول کرده و هنوز پاسخی برایش پیدا نکرده است. راد این سوال را پرسید که خداوند متعال همه چیز را می‌داند. قبل از اینکه آسمان و زمین را بیافریند، قبل از اینکه انسان را خلق کند، حتی اگر یک نفر به او میتوانست از آن جلوگیری کند. جهنم برود. منظورم این است که او میتوانست از ناامید شدن خودداری کند. البته همونطور که برادر گفت، حتی اگر یک نفر به جهنم برود، انگار که خدا ناامید شده است. حالا میرسیم به سوال شما. من مدرسه رو شروع کردم و شاید نام مدرسه بین‌المللی اسلامی رو شنیده باشید. اگر معلمی امتحان بگیرد، اگر او عادل باشد، وقتی امتحان میگیرد، در برگه ریاضی می نویسد 2 به علاوه 2 برابر با چند می شود، دانش آموز جلوی او معلم عدد 5 را می نویسد. او به راحتی می تواند به دانش آموز بگوید عدد 5 را به 4 تغییر بده. آیا فقط وظیفه معلم است که در طول آزمون و امتحان دانش آموزی را که پاسخ اشتباه می نویسد تصحیح کند؟
درست است، اما اگر او گزینه‌ای داشته باشد که دانش آموز نیازی به انجام هیچ کدام از آن کارها نداشته باشد و همچنان نه ساده میپرسم. من یک سوال ساده میپرسم. معلم برگه سوالات را همونطور که به دانش آموزان اطلاع داده شده بود به آنها داده است. ایکس. اون موقعیت حق با تویه. در آن موقعیت خاص معلم میتواند به دانش آموزانش بگوید عدد 5 را به 4 تغییر دهند. بقیه دانش آموزان درباره این چه فکری خواهند کرد؟ ناعادلانه. اما خدا میتواند همزمان عادل باشد و شرایط کاملا متفاوتی ایجاد کند. او مجبور نیست با آن وضعیت پیش برود. او به هیچ شرایطی مقید نیست. برادر میگه خداوند قادر مطلق میتواند چیزی بیافرین که کامل باشد و اشتباه نکند. درست است. خدا این کار را قبلا انجام داده. او فرشتگان را آفرید. خدا فرشتگان را آفرید. فرشتگان هرگز با هیچ یک از دستورات خدا مخالفت نمی کنند. اما انسان آفرینش بهتری نسبت به فرشته است. فرشتگان هیچ اراده و اختیار ندارند. اگر سخنرانی های من را شنیدید، اگر هم نشنیدید، الان میگم فرشتگان مخلوق خداوند قادر مطلق اما بهترین مخلوق نیستند. خداوند قادر مطلق انسانها را آفرید. انسان را. آنها اختیار داشتند که برخلاف خدا عمل کنند یا از خدا پیروی کنند. اگر انتخاب کرده اید که انسان باشید و از دستورات سرپیچی کنید، به جهنم می روید. اگر از دستورات اطاعت کنید، از فرشته برتر هستید. چون فرشته اختیار و اراده‌ای از خودش ندارد و فقط از خدا پیروی می کند. این چیز بزرگی نیست. انسانها بهترین مخلوق خداوند قادر مطلق هستند. خداوند قادر مطلق به انسان اختیار داده است. این سوال متفاوتی است. این را خداوند قادر مطلق می داند چون او علم غیب دارد. او از آینده آگاه است. او برتر است. پس او چنین مخلوقی را آفریده که اختیار دارد. اشتباه از انسان است، نه خدا. نه، خدا ما را با نقص آفریده. در او می‌داند که نمیتوان آن را نقص دانست. برادر، این نقص نیست. این اختیار است. چرا به ما اختیار می‌دهد وقتی می‌داند در نهایت این همه انسان را به جهنم خواهد فرستاد؟ چرا کاری می‌کند که یک مخلوق متفاوت. مثلا آیا دوست داری چیزی خلق کنی که خودش بتوند فکر کند؟ یا می‌خواهی کسی که اینقدر مهربان است؟ برادران، این همون چیزی است که من میگویم. تو هر چه بخواهی. خدا از قبل فرشته را آفریده است. از شما میپرسم کدام بهتر است؟ فرشته‌ای که از خدای متعال پیروی کند یا انسانی که از خدای متعال پیروی کند؟ کدام بهتر است؟ فرم، کاملا. اگر فرصت دوباره‌ای داشته باشم میخواهم فرشته باشم. چرا آیریسک دوم؟ شانس. درست است. به همین دلیل است. خداوند متعال در سوره اعراف آیه 172 می‌فرماید خداوند متعال از صلب آدم همه انسانها را خرید و از آنها پرسید آیا خدا یکی است؟ همه موافقت کردند. خدای متعال در سوره 8 آیه 21 می‌فرماید اگر خداوند قرآن را بر کوه نازل می‌کرد، کوه فرو می‌ریخت. خدای متعال در سوره احزاب آیه 72 می‌فرماید این انسان‌ها بودند که نادان بودند و گفتند ما می‌خواهیم انسان باشیم. من و تو نادان بودیم. حالا دیگر نمیتوانی عقب نشینی کنی. وقتی گفتی میخواهی در آزمون شرکت کنی، وقتی برگه امتحان را دیدی، هیچ کس از من نپرسید. این را از آدم و حوا پرسیدند. نه برادر. قرآن میگوید هر انسانی مورد سوال قرار گرفت و بعد این خاطره پاک شد. این خاطره پاک میشود. اگر خاطره باقی بماند، امتحان بی‌معناست. خدای متعال در قرآن میفرماید آیا میخواهی انسان باشی؟ اگر انسان شوی، میتوانی از فرشته برتر شوی یا پستر شوی. اگر نمیخواهی انسان شوی، فقط از آن بگذر. برای استدلال ها لطفاً. من کاملا شما سوال را میپرسید. همه اگر مداخله کن، من جواب خواهم داد. من برو جلو. پس خداوند متعال از بنی اسرائیل پرسید و قرآن میگوید ما انسانها نادان بودیم. من و تو هر دو احمق بودیم که این آزمایش را انتخاب کردیم. حالا وقتی که وارد یک آزمون شدی، اگر بعد از داشتن اختیار فرمان رو اطاعت کنی، از فرشته برتر میشوی. اگر از فرمان خدا سرپیچی کنی، از فرشته پایین‌تر میشوی. ما میخواستیم با امتیاز عالی قبول شویم. من و تو. تو گفتی یادم نمیآید. البته که یادت نمیآید. حتی من هم یادم نمیآید. اما من به قرآن ایمان دارم. در روز قیامت خداوند متعال می‌فرماید حتی یک انسان هم به عدالت خدا اعتراض نخواهد کرد. این را در روز قیامت خواهیم فهمید. تنها چیزی که خواهیم گفت این است لطفاً یک فرصت دیگر به ما بده. خداوند متعال خواهد گفت
دیگه دیر شده است. چون اگر بخواهد به تو فرصت دوباره بدهد، حتی من هم باید دوباره به دنیا برگردم. دوباره. همه. پس کسانی که شکست خوردند، او نمیتواند فقط شکست خورده ها را برگرداند. پس قرآن میگوید هیچ کس هرگز به عدالت خدا اعتراض نخواهد کرد. آنها از خدا درخواست میکنند که یک فرصت دیگر به ما بده. خداوند میگه دیر شده است. خداوند همینجا در دنیا به ما فرصت میدهد. 10 تا اشتباه میکنی، خدا به تو فرصت توبه میدهد. تو توبه میکنی، خدا تو را میبخشد. دوباره تو اشتباه میکنی، اما وقتی مردی فقط یکی است. پس در مورد سوال اول که چرا خداوند آفرید، باید بگویم چون این آفرینش بهتری است. هر انسان منطقی از جمله خود شما باید قبول کند که انسانی که اختیار دارد آفرینش بهتری است نسبت به انسانی که اختیار نداره. فقط سوال شما این است که یادتون نمیآید. کاملا درست است. وقتی میمیری، وقتی دوباره زنده میشوی، اون موقع من و تو هم دیگر را خواهیم دید. آن وقت خواهی گفت یادم آمد. حتی من هم الان یادم نمیآید. اما من به قرآن ایمان دارم. چون قرآن نمیتواند اشتباه باشد. چون از نظر علمی اگر سخنرانی من را شنیده باشید 80% قرآن 100% با علم مطابقت دارد. 20% آن مبهم است، نه درست است، نه غلط. پس منطق من میگه وقتی 80% کاملا درست است و حتی 0.1% از آن 20% هم اشتباه نیست. پس منطق من میگوید حتی همین 20% هم درست خواهد بود. من آدمی علمی هستم. من آدمی منطقی هستم. پس من به گفته قرآن که ما انتخاب کردیم ایمان دارم. اگر انتخاب نکرده بودی می توانستی از خدا سوال کنی چرا من را انسان آفریدی؟ آن وقت خدا مقصر می شد. اما خدا در قرآن گفته که از کوهها پرسید آنها ترسیدند. همه چیزهای دیگه هم ترسیدند. ما انسانها این را انتخاب کردیم. یادت هست ازت سوال شد. من یادم نمیاد سوال. اگه جواب من رو شنیدی حتی منم یادم نمیاد. ولی اگه یادت باشه پس امتحان کجاست؟ فرض کن معلمی چیزی بهت یاد میده. معلم بهت کتاب میده. معلم باید برای امتحان کتاب رو ازت بگیره. اگه معلم بگه باشه کتاب رو بردار و جواب بده، پس امتحان کجاست؟ باشه. ولی چی؟ بعد از اینکه امتحان تموم شد میتونی بری خونه و چک کنی یا نه؟ اما حتی قبل از شروع امتحان خدایا برادر گوش کن. بعد از تمام شدن امتحان میتوانید به خانه بروید و در کتاب درسی مرور کنید یا نه؟ کاملا. اما در طول معاینه میتوانید بررسی کنید. سیو. بنابراین اکنون معاینه ادامه دارد. داداش وقتی تموم شد میتونی بررسی کنی. اگر به معلم بگویید معلم میخواهم کتاب درسی رو ببینم، یادم نمیآید. خیر، در طول امتحان نمیتوانید به کتاب درسی مراجعه کنید. این کار تقلب محسوب می شود. درسته. پس وقتی امتحان تموم شد اگر یادت نیومد به خدا بگو. این چه حرف غیر منطقیه؟ اما قرآن میگه حتی یک انسان هم به عدالت اعتراض نخواهد کرد. بذار امتحان تموم بشه. پس امروز من که فردی علمی هستم، من که فردی منطقی هستم، بر اساس دانش علمیام، بر اساس منطقم، وقتی کتاب‌های مقدس دیگر را می‌خوانم و وقتی قرآن را می‌خوانم، می‌بینم که قرآن تنها کتاب مقدس دینی روی زمین است که از این آزمون سربلند بیرون می‌آید. پس بنابراین من که فردی علمی و منطقی هستم. موافقی؟ باشه، خیلی خوب. این گفته قرآن هم باید درست باشد. یادم نمی‌آید. این خودش آزمون است. اگر یادم باشد پس آزمون کجاست؟ پس این بخش اول سوال را جواب می‌دهد. بخش اول که میگفت خدا سادیس بوده. خدا سادیس نیست. مثلا من یک دانشکده پزشکی راه اندازی کردم. میخواهم دانش آموزان مدرسه وارد رشته پزشکی شوند. چند نفر از دانش آموزان مدرسه وارد دانشکده پزشکی میشوند؟ فقط حدودی بگو. میتوانی حدس بزنی. تعداد کمی. قطعاً کمتر از 5%. شاید حتی کمتر از 1%. پس چرا اصلاً دانشکده ساختی؟ فقط یک نفر وارد شود و تمام. این برای تعداد محدودی از افراد است. به همین شکل خدا بهشت را آفرید. جنات فردوس. همه نمیتوانند به جن فردوس بروند. چرا نه؟ ببخشید. چرا نه؟ چرا همه نمیتوانند وارد دانشکده پزشکی شوند؟ چون این ظرفیت انسان است. اگر انسان‌ها توانایی عشق ورزیدن و این را داشتند که همه را وارد دانشکده پزشکی کنند، این کار را می‌کردند. ما همینطور ساخته شده ایم. همانطور که همه نمیتوانند دکتر شوند.
فقط کسانی که ظرفیتش رو دارند. به همین شکل همه نمیتوانند به جنت فردوس بروند. برای رسیدن به درجات بالای بهشت باید تلاش کنیم. خدا به تو ظرفیت داده است. اگر از راهنمای او پیروی نکنی، نمیتوانی. اگر از راهنمای او پیروی کنی، رفتن به بهشت خیلی آسان است اگر باهوش باشی. خیلی آسان است اگر باهوش باشی و با خودت صادق باشی. اما اگر با خودت صادق نباشی، حتی یک فرد غیر باهوش هم میتواند به بهشت برود. تنها چیزی که لازم است این است که صادق باشی. خدا گزینه‌های مختلفی به تو داده است. اینکه چطور از او پیروی کنی. بعضی‌ها فکر می‌کنند خیلی باهوشانند. من به آنها میگویم شما فوق‌العاده باهوش هستید. اگر واقعاً باهوش بودند، به وضوح و روشنی می‌دیدند که این کلام خداست. باید از آن پیروی کنی. به همین دلیل است که فرانسیس بیکن گفته است دانش اندک از علم تو را بی خدا می کند، اما دانش عمیق از علم تو را به خدا باورمند می کند. پس من نمیگویم خدا سادیست است. من گفتم ما احمق بودیم که انتخاب کردیم این آزمون را بگذرانیم، نه خدا. خدا به تو یک انتخاب داد. میخوایی چه باشی؟ ما انتخاب کردیم، پس ما مسئولیم، نه خدا. خدا سادیست نیست. ما احمق هستیم. قرآن همین را میگوید. در روز قیامت خواهی فهمید. انشاءالله. هم من و هم تو. انشاءالله. اگر من به بهشت بروم، انشاءالله دعا میکنم به خدا. از خدا تشکر خواهم کرد. میدانی من آدم خوبی بودم. من انتخاب کردم که انسان باشم. اگر قبول شوی، اگر رد شوی، اون وقت خودمان را نفرین خواهیم کرد. امیدوارم جواب سوال را داده باشم. قسمت دوم سوال. ببخشید، قسمت دوم سوال چی بود؟ حتی اگر باور داشته باشم او قادر مطلق و داناست، چرا اصرار دارد ما را قانع کند؟ به کوه، الکترون و پروتون نگاه کن. قسمت دوم سوال این بود که چرا خداوند متعال به کوههایی که آفریده اشاره میکنه و میگه اینها را برای خودش آفریده. اینها چیزی نیستند. پس چرا او صحبت میکند؟ میدانی چرا او این را میگوید؟ او میگوید این چیزهای کوچک مثل کوه اگر چیزی بر آنها نازل شود میلرزند. تو انسان هستی، تو که برتری، چرا نمیفهمی؟ قرآن در سوره 8 آیه 21 میگوید اگر قرآن بر کوه نازل میشد، کوه از ترس خدا متلاشی میشد. اما برای ما انسان‌ها این مثال‌ها را میزنند تا نشان دهد چیزهایی که اینقدر قدرتمند هستند، مثل کوه‌ها که خداوند آنها را آفریده، اگر اراده خدا را میپذیرند. پس چرا تو انسان این کار را نمی‌کنی؟ او سعی دارد مثالی بزنه که ما نادان هستیم. او نمی‌خواهد خودش را ستایش کند. و هر وقت از ما می‌خواهد او را ستایش کنیم یا وقتی میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر است، فکر میکنی این چیزی رو در خدا تغییر میدهد؟ نه. چه 1000 بار بگویی الله اکبر یا 1,000,000 بار، او نمیتواند بزرگتر شود. او همین حالا هم بزرگترین است. دلیل اینکه ما با این مسائل روبرو میشیم این است که ذهنیت انسانی ما، طبیعت انسانی ما این است که از کسانی پیروی میکنیم که مشهور هستند. ما از کسانی پیروی میکنیم که آنها را ستایش میکنیم. مثلا مادرت دچار حمله قلبی میشود. یک نفر ناشناس در خیابان هست که درمان را به تو ارائه میدهد. و تو شنیده‌ای که بهترین متخصص قلب دنیا دکتر ایکس است. حالا آیا تو به توصیه‌های دکتر ایکس گوش میکنی یا آن فرد ناشناس خیابان؟ دکتر ایکس. چرا؟ چون دکتر ایکس معروف است. مردم او را میشناسند. او بهترین در دنیاست. پس دلیل این که ما در نماز در زندگیمان میگوییم الله اکبر، الله بزرگترین است، الله حکیمترین است، الله باهوشترین است، همین است. چرا؟ اگر این را بگوییم سودی به حال خدا ندارد. این به نفع ماست که اگر او را ستایش کنیم از او پیروی میکنیم. اگر پیروی کنیم به بهشت نزد خدا میرویم. هیچ فرقی نمیکند. بنابراین خداوند میفرماید آیا ایمان نمیآورید؟ آیا نمیفهمید؟ یعنی قرآن برای فهمیدن مردم نازل شده است. پس او این مثال را میزند نه برای اینکه خودش را بزرگ جلوه دهد. او همیشه بزرگترین است. چه 1,000,000 بار بگویی الله اکبر، هیچ فرقی برای خدا نمی کند. او این را به تو میگوید. خداوند در قرآن میفرماید خداوند به شما نیازی ندارد. این شما هستید که به او نیاز دارید.
پس وقتی کسی رو ستایش میکنیم، این یک ویژگی روانشناسی انسانی است که شخصی رو که ستایش میکنی و درباره‌اش خوب صحبت میکنی، معمولاً به توصیه‌هایش عمل میکنی. با عمل به توصیه‌های او، این به نفع تو خواهد بود. این به نفع او نخواهد بود. او از قبل بزرگترین است. او از قبل مهربان است. پس اینها قوانین و مقرراتی هستند که وضع شده‌اند. او خالق ماست. او ذهنیت ما را می‌داند. تو دانش آموز علم هستی، درست است. من هم دانش آموز علم هستم. وقتی متوجه شدم که خداوند این حقایق علمی رو که ما امروزه یا 50 یا 100 سال پیش فهمیدیم قبلا بیان کرده، ایمانم به خداوند بیشتر می‌شود. خداوند در سوره فصلت آیه 53 می‌فرماید: سنریم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. به زودی نشانهای خود را در افقهای دور و در درون جانشان به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که این حقیقت است. پس خداوند این مثالها را میزند تا برای ما سودمند باشد. برای او هیچ فرقی نمی کند. این برای ما سودمند است. پس او به ما فرصت می دهد تا از او پیروی کنیم تا بتوانیم به بهشت برویم. امیدوارم جواب سوالت را داده باشم برادر. من قدرت او رو میشناسم و میدانم که او شگفت‌انگیز است و همه کارهایی که انجام داده را درک میکنم. آیا انتظار میرود من از دستاوردهای او در خلق این جهان شگفت زده شوم؟ او این کار مثل کار ثانیه‌ای است. درسته. پس برای او این کار ثانیه طول نمیکشه. وقتی به تو میگه الکل مصرف نکن، اگر قبول داری اما انتظار داری که از آفرینش او شگفت زده شوی. نه، ببین، موضوع این است که او اونجا نیست تا خودش را بهتر ثابت کنه. اگر باور داری که برای او این کارها مثل آب خوردن است، پس آیا یک نفر دروغ میگوید؟ نه. پس اگر او بگوید الکل مصرف نکن، تو از او سوال نمی‌کنی. نه. گوشت خوک کم نخور، تو از او سوال نمی‌کنی. اما من از آفرینش او شگفت زده نمی‌شوم، چون برای او هیچ چیز نیست. در مقایسه با ما این شگفت انگیز است. برای او هیچ چیز نیست. درسته. اما در مقایسه با ما کسی که میتواند جهان را خلق کند. وقتی به من میگوید الکل مصرف نکن، من فوراً اطاعت میکنم. مشکلی با پیروی از او ندارم. اما در قرآن از آفرینش او شگفت زده شوم. ببین، همانطور که از من میپرسی آیا باید از آفرینش شگفت زده شوم؟ درسته. من میگویم اگر باور داشته باشم که انسان بهترین مخلوق است، پس بله، من شگفت زده میشوم. و بعد میگویم الحمدلله، او من را بهتر از آن آفریده است. پس اگر من شگفت زده شوم، او کوه‌ها را آفرید، ستاره‌ها را آفرید، خورشید را آفرید. اما او زن را هم آفرید. او انسان را آفرید. و ما بهترین مخلوقات هستیم. پس او این مثالها را میزند تا ما متوجه شیم چه نعمتی به ما داده است. تمام نعمت‌هایی که به ما عطا کرده است. صحبت از شنها، صحبت از پروتون‌ها، صحبت از کوه‌ها. در نهایت میگوید انسان‌ها بهترین مخلوقات هستند. پس در مقایسه باید بپذیریم که خالق ما این بدن انسان، مولکول‌ها، دیانایی و این ساختار پیچیده را آفریده که هرگز نمیتواند تصادفی به وجود بیاید. پس به این ترتیب ما از آفرینش انسان شگفت زده میشویم و سپس در برابر او تسلیم میشویم. اگر فقط شگفت زده نشویم، بلکه تسلیم میشویم که او خالق ماست. او شایسته پرستش است. هیچ کس دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد. این برای این است که ما او را پرستش کنیم و آزمون را پشت سر بگذاریم و به بهشت برویم. امیدوارم این پاسخ سوال را داده باشد. اگر بیل گیتس به من $100 بدهد، آیا باید شگفت زده شوم که او این پول را به من داده؟ فکر می‌کنم سوال پاسخ داده شد و متاسفانه زمان ما بسیار محدود است. خوشحال می‌شویم فردا دوباره تشریف بیاورید. انشاءالله. همانطور که با همه برادران و خواهران به پایان جلسه امشب رسیدیم. پس لطفاً فقط این را بدهم. این را. او گفت اگر بیل گیتس به تو $100 بدهد. آیا باید شگفت زده شوم؟ برادر، تو شگفت زده میشی. سوال این است که چرا بیل گیتس باید به تو $100 بدهد؟ اگر به من بگویی تام، دیک یا هری به تو $100 بدهد، چیز عجیبی نیست. بیل گیتس به من پول داد. این چیزی است که او به تو داده. چرا او به تو یا به کس دیگری داد؟ چرا؟ سوال این است که چرا او به تو داد؟ این خودش یک سوال است. اگر یک تام، دیک یا هری به تو بدهد، اگر یک مرد توی خیابان به تو $100 بدهد، بیل گیتس. فهمیدم. فهمیدی؟ الان فهمیدم.
پس الان قانع شدی؟ بله کاملا این جوابش بود. پس انشالله امیدوارم که به اسلام نزدیکتر شویم. بنابراین نباید از اینکه او به من پول میدهد شگفت زده شوم. من باید از او شگفت زده شوم. پول دست کیست؟ الحمدلله. بنابراین ارزشش را داشت که وقتمان را برای تمدید علمان دوله بگذاریم.